بیا تاملند. الان درست شد؟ صدا هست؟ خب به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما رفقای عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. من آرمین کلرم، اینجا استودیو تاملند و امروز پنجشنبه 5 مهر ماه و خیلی خوشحالم که این افتخار نصیب من شده تا در خدمت شما رفقای عزیز و خوب و درجه یک و مهربون خودم در درس شیمی و فیزیک تیسوشان باشم و امیدوارم که در کنار همدیگه بتونیم کلاس‌های بسیار پربار پر انرژی رو تجربه کنیم و انشالله خروجیش یه خروجی خوب عالی درجه یک مثل بچه‌های سال گذشته برای شما عزیزان دل من باشه. خب اگه لطف کنی چت بچه‌ها رو بیاری که من اسمای قشنگشون رو ببینم، یه سلام علیکی باهاشون داشته باشم و بعد به امید خدا کار رو با همدیگه شروع کنیم. ممنونتون میشم. چت شما رو ببینم. سلام کسرا، هلیا، زهرا، رکسانا، عسل، سلام 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 سلام، به به، سلام 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 به همگی، به به. چطورین بچه‌ها، خوبید؟ سلام سلام. اوضاع احوال چطوره؟ همه چی خوب، عالی؟ ماشاءالله ماشاءالله به همه. امیررضا، رضا، رادین، ریحانه، فاطمه، نرجس، مهیا، ساجده، سلام 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 سلام. خب بچه چند تاتون اینجوری بگم، اونایی که پارسال با من تو کلاس بودن عدد 1 رو تایپ کنن. از این جهت این سوال رو میپرسم که میخوام بدونم که خب بچه‌ای که پارسال با من بودن خب خصوصیت اخلاقی منو میدونن، درس دادن من با درس دادن من آشنا هستن. بچه‌ای هم که جدید هستن خب دیگه حالا هم خوشحالم که داریم امسال با هم دیگه آشنا میشیم، در کنار هم دیگه هستیم و حالا با من هم تا حدی آشنا بشید. تو کلاس‌های تیسوشان شیمی و فیزیک من در کنارتونم و فکر کنم مثلا یه تعداد نزدیک به 16 جلسه رو در کنار همدیگه برای شیمی و فیزیک داشته باشیم. کارمون خیلی سخته، نکته برای گفتن خیلی زیاده و خیلی باید تمرین حل کنیم و یه بخش اعظم این کارم بر عهده شما رفقای خوب منه. یعنی من مثال دارم بهت میگم، مثلا من فصل 1 رو درس دادم، از فصل 1 میام مثلا 30 تا تست حل میکنم، ولی خب واقعیتش اینه که این 30 تایی که من حل میکنم مهمترین سوالان خود سوالای تیسوشان، اما کافی نیست. یعنی تو باز باید بری بیشتر تمرین حل کنی و هرچی که تمرین حل کنی مشکل داری بیای سر کلاس درس از من بپرسی و در کنار همدیگه به این شکل بتونیم پیش بریم تا بتونیم یه کار خوبی رو انجام بدیم. خب الان چطور چی شد؟ استاپ شده؟ چرا؟ اوکی قطعه؟ من حال خودم هستم؟ آها من فکر کردم الان گفتم چی شد قطع شدیم، من دارم برای خودم صحبت میکنم. خب دوباره سلام سلام سلام، همینجوری سلام همه که سلام 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 سلام. خب اینجا یک یعنی بچه‌هایی که پارسال با من بودن. سلام سلام. خب خیلی خوبه، عالی. کتاب ببینید من زیاد اهل کتاب معرفی کردن صادقانه نیستم. یه جزوه که من بهتون میدم، درسته؟ بعد تو جزوه منم یه تعداد سوال هست، در کنار اون جزوه و سوال ها باز هم سوال اضافی میارم تو کلاس و در اختیارتون قرار میدم. به خاطر من زیاد سمت کتاب معرفی کردن نمیرم، راستشو بخواید. همه کتابای تو بازارم تقریبا مثل همدیگن، هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. حالا یکی درسنامه‌اش بیشتره، یکی تستش بیشتره. شما اومدی تو کلاس هر چی که نیاز داشته باشی من تو درس خودم بهت گفتم، یعنی دیگه نیاز دیگه وجود نداره از نظر من. هر چی که لازم داشته باشی من بهت میگم.
پس سمت کتاب معرفی کردم من نمیرم، جزوه خودم هست میخونی و اگه مثلا معلمت در مدرسه کتاب خاصی معرفی کرده خب اونو تهیه کن اوکی، ولی من اینجا کتاب معرفی نمیکنم. خب علی بریم سراغ پاورپوینت. بچه‌ها خیلی کار داریم، کارمون خیلی زیاده، باید خیلی درس بدیم، نکته بگیم، پس همراهیتون رو میخوام، حواستون به این قضیه باشه. هرچی جلوتر میریم سطح کلاسامون هم چی میشه؟ بالاتر میره، این رو هم لحاظ کنید. خب بیایم اینجا علی یه دونه پریدیم. خب ما میخوایم در رابطه با فصل اولمون صحبت کنیم. فصل اولمون عنوانش هست مواد و نقش اونها در زندگی. خب تو فصل اول داره چه اتفاقی میفته؟ یه لطفی کن به حرفای من گوش بده. سال 8م که بودی یه تقسیم بندی داشتیم برای ماده رو به 2 دسته تقسیم کردیم بر اساس ذرات سازنده. اون چیا بودن؟ خالص و ناخالص، که بخش دومش که ناخالص ها بود که به 2 دسته همگن و ناهمگن تقسیم میشد و تو سال 8م خوندیم. بخش اولش که میشد خالص، یعنی ماده‌ای که از یک نوع ماده ساخته شده یا ماده‌ای که از یک نوع ذره ساخته شده رو ما با تعریفش آشنا شدیم و با تقسیم بندی عنصر و در واقع ترکیب، درسته، و تعریف کردیم هر کدومشونو. ما تو نهم در فصل 1 راجع به عناصر صحبت میکنیم، در فصل دوم راجع به ترکیب و در فصل سوم راجع به ترکیبات آلی صحبت میکنیم، یعنی هیدروکربن ها رو تا حدی که مربوط به سال نهم هست بررسی میکنیم. پس اینکه اسم فصلمون و مواد و نقش آنها در زندگی راجع به ماده قرار صحبت کنیم. خب کتابمون یه متن داره، اولش میگه بعضی از مواد فلزن یا نافلز هستن. یعنی چی؟ میگه اون تقسیم بندی ماده یادته که میگفتم عنصر یا ترکیب؟ من اینجا میخوام راجع به عنصرها صحبت کنم. همینجا ممکنه یکی از شمایی که تو این کلاس نشستی به من بگی که آقا یه سوال، عنصر میشه فلز، نافلز و شبه فلز. شبه فلزا کجان؟ تو سال 9 ما راجع به شبه فلز صحبت نمی کنیم. یعنی ما با فرض فلز و نافلز میریم جلو. شبه فلز رو میگیم وقتی رفتی سال 10م 11م تو شیمی، تو درس در واقع شیمی، اونجا راجبش صحبت میکنم. پس ما میگیم موادی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم فلز و نافلز هستن و موادی که ما داریم از اونها استفاده میکنیم حالا از فلز ساخته شدن، از نافلز ساخته شده هست، از اونها در واقع ساخته شدن. استارتش هم با فلزها میزنه، میگه اغلب عناصر فلز هستن، فلزات به موادی گفته میشن. حالا اینجا من یه چیزی بهت میگم، باز جدول تناوبی تو ذهنت بیار، جدول تناوبی عناصر، درسته؟ 80% جدول تناوبی چی هم؟ فلزن. علی توی گوگل اون جدول تناوبی پویا رو بزن، پویا table.com اگه اشتباه نکنم یا داتایار نمیدونم، که اون سایتش هم باز کن که من یه سری جاها همش میخوام برم رو سایت دم دستمون باشه. پس اینجا میخوایم راجع به این صحبت کنیم که میگیم اغلب عناصر فلز هستن. تو جدول تناوبی چند تا عنصر داشتیم؟ 118 تا عنصر داشتیم، یادته دیگه. از اینا بعضی کتابا میگن 92، بعضی میگن 91. 91 و 92 تاش طبیعی ان، یعنی تو طبیعت پیدا میشن. از 118 91 92 رو کم کن میشن ساختگی، یعنی انسان تو آزمایشگاه اون عناصر رو چیکار کرده؟ ساخته. از کل این 118 تایی که ما داریم صحبت میکنیم 80%شون فلزن. به خاطر همینه که میگیم اغلب عناصر فلز هستن. فلزات حالت فیزیکیشون چیه؟ سریع بگو. فلزات حالت فیزیکیشون جامده. فقط یه فلز مایع داشتیم و اونم کی بود؟ جیوه. آوردیش؟ نه آورد سایتشو؟ خب وقتی آورد بهم بگو. اکثر اونها یا بهتر بگم همه‌شون جامدن به غیر از جیوه که مایع است. حالا این فلزها یه سری ویژگی هایی دارن که ما در سالهای گذشته با اونها آشنا شده بودیم. از سال 6م، 7م، 8م با اونها دیگه آشنا شدیم. مثلا رسانه‌های خوب برق و گرما هستن، یعنی برق و گرما رو میتونن منتقل کنن. همینجا داخل پرانتز میگم هر ویژگی که راجع به فلزات میگم مخالفش میشه نافلز. یعنی مثلا دارم بهت میگم فلز رسانه خوب گرما و جریان برق یا الکتریسیته است، یعنی نافلز این خاصیت رو نداره، درسته؟ فلزها چکشخوار هستن. یعنی چی؟ یعنی در اثر ضربه میشکنن، خورد میشن، در صورتی که
در اثر ضربه خورد نمیشن، عذرخواهی میکنم، در اثر ضربه تغییر شکل پیدا میکنه، در صورتی که نافلزه که در اثر ضربه خورد میشه میشکنه. درسته؟ یا مثلا چه ویژگی های دیگه ای که دارن؟ مثلا ویژگی که دارن اینه که فلزات خاصیت اینو دارن که براقن، شفافن. تو وقتی که اونها رو اینجوری مثلا بیای سطحش رو تمیز کنی، صیقلیش کنی، شفاف میشن، در صورتی که نافلزها کدر هستن. درسته؟ شفاف نیستن. اصلا یکی از دلایلی هم که از فلزات توی بحث مثلا ساختن زیورآلات استفاده میشه همین قضیه هستش. خب بریم اسلاید بعدی. علی باز ریموت من نرفت. اسلاید بعدی اینجا. فلزات نقطه ذوب و جوش بالایی دارن، در صورتی که نافلزات نقطه ذوب و جوششون پایینه. نقطه ذوب چی بود؟ دمایی که در اون از حالت جامد تبدیل میشه به مایع، یه فرآیند گرماگیره. نقطه جوش دمایی که در اون ماده از حالت مایع تبدیل میشه به حالت گاز، یه فرآیند گرماگیره، یعنی برای تغییر حالت فیزیکی نیاز به گرما داره. پس فلزات نقطه ذوب و جوش بالایی دارن، مثلا آهن، مثل تنگستن. البته این رو هم بهتون بگم، اگه بگم همه فلزات، اینجا داستان یه کوچولو فرق میکنه. ما یه سری از فلزاتی رو داریم که نقطه ذوب و جوش اونها پایینه، پس اینجا هم نمیتونم بگم همه فلزات، میگم اغلب فلزات. درسته؟ مثلا گالیوم یه فلزیه که مثلا با گرمای بدن هم ذوب میشه. درسته؟ یا مثلا فلزهایی که تو گروه 1 و 2 قرار گرفتن، خب که فلزهای قلیایی هستن، نقطه ذوب و جوش پایینتری دارن. نکته بعدی که در رابطه با چگالی در واقع فلزات وجود داره، بحث چگالیشونه که چگالی یا جرم حجمی بالایی دارن. واحد چگالی چی بود؟ گرم بر سانتی متر مکعب. چگالی زیادی دارن، مثل آهن، مثل صلب و طلا. اما برخی از فلزها هم هستن که چگالی کمی دارن، پس اینکه بگم همه فلزها چگالیشون زیاده غلطه. و از طرف دیگه هم گفتم اول صحبتام، هر ویژگی که در رابطه با فلزها میگم یه جورایی برخلافش رو تو برای نافلزها تو ذهنت در نظر بگیر. فلزات سخت و محکم هستن. درسته؟ همشون باز نه. بعضی از فلزات مثل همون فلزای قلیایی که تو گروه 1 قرار گرفتن، مثل سدیم، لیتیوم، فلزاتی هستن که محکم نیستن، انقدر نرمن که حتی تو با چاقو هم میتونی اونها رو از همدیگه جدا کنی. یه سری فلزا هستن که تو این فصل راجبشون حرف میزنیم، از نظر به این دلیل هم هست که ما میگیم مهمن، مثل مس، آهن، طلا، منیزیم، آلومینیوم، روی. درسته؟ چی؟ جدول تناوبی پویا. خب اما یه سری دیگه فلز هم هستن که ما تو ذهنمون اونها رو فلز نداریم، مثل سدیم، مثل پتاسیم، مثل کلسیم. درسته؟ اینها هم فلز هستن. خب بیایم اسلاید بعدی. من بیام این سمت. علی من بیام این دوربین. اینجا چی؟ خب بیام اینجا. آها، یه صفحه سفید اینجا به من بده لطفا. همین ویژگی‌هایی که در رابطه با فلزات گفتم و بلد بودی دیگه، تو سالهای قبل هم راجع بهش صحبت کرده بودیم. بریم یه نکته دیگه در رابطه با فلزها با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم. نه اونم اینه، من میام اینجا یه سدیم رو می‌نویسم، یه منیزیم رو می‌نویسم، یه آلومینیوم رو می‌نویسم. اینا فلزن. درسته؟ خب بعد میام اینجا مثلا کیو بنویسم؟ مثلا کربن رو بنویسم، نیتروژن رو بنویسم، اکسیژن رو بنویسم، فلور رو بنویسم، نئون رو هم بنویسم. بچه اینایی که سمت چپ نوشتم فلزن، اینایی که سمت راست نوشتم چی هن؟ نافلزن. میخوام یه درسی هم از سال پیش به واسطه این اسلاید و این توضیحات مرور کنم، لطفاً دقت کن به من. فلز و نافلز یه تفاوت دیگه ای هم با هم دیگه دارن که این تفاوت رو من میخوام به کمک آرایش الکترونی بررسی کنم. خب میام مدل اتمی بر رو برای این عناصر رسم میکنم. یادت میاد مدل اتمی بر چی بودش؟ من مثلا میگم آقا این سدیم Na، مدار اول 2 الکترون، مدار دوم 8 الکترون، مدار در واقع سوم 1 الکترون. مدل اتمی بر یادت میاد چی بودش؟ مدل اتمی منظومه ای. درسته؟ که طبق مدل اتمی بر میگفتیم که هسته من در مرکز قرار گرفته که در هسته پروتون و نوترون قرار دارن.
نوترون بار الکتریکی ندارد، خنثاست، جرمش از پروتون بیشتره. پروتونی که در مرکز قرار گرفته ویژگی که داره اینه که بار الکتریکیش مثبته. پروتون ها و نوترون ها در کنار همدیگه در هسته قرار گرفتن و در مجموع جرم یک اتم به هسته اون اتم وابسته است و الکترون ها در مدارها، بهتر بگم در مسیرهای ثابت و مشخصی به اسم مدار دور هسته در حال چرخشن. درسته؟ یه نکته دیگه هم اونجا یاد گرفتیم. اون نکته چی بود؟ در هر مدار یه تعداد الکترون قرار میگیره، یا بهتر بگم هر مدار یه گنجایشی برای الکترون ها داره. گنجایش الکترون ها برای هر مدار از چه رابطه‌ای به دست میومد؟ آقا از رابطه‌ای به اسم 2n2. یعنی چیکار میکردم؟ یعنی میگفتم ببین من به کمک رابطه 2n2 میومدم مشخص میکردم که در هر مدار چه تعداد الکترون قرار میگرفت. یعنی وقتی که میگفتم n مساوی با 1 یعنی مدار شماره 2، n مساوی با 2 مدار شماره 2، n مساوی با 3 مدار شماره 3، n مساوی با 4 مدار شماره 4. کافیه که در این رابطه جای n بزنم 1. یعنی وقتی که بگم 2n2 جای n بزنم 1 به توان 2 یعنی توان مقدم بر ضرب میشه 1 ضرب در 2 میشه 2. یعنی تو مدار اول 2 تا الکترون جا میشه، تو مدار دوم 8 الکترون جا میشه و در مدار سوم 18 الکترون جا میشه. در مدار چهارم چند تا الکترون جا میشه؟ 4 به توان 2 16 ضرب در 2 میشه چند؟ بگو 32 تا. 32 تا الکترون جا میشه. از این رابطه اومدیم چیکار کردیم؟ تعداد الکترون موجود در هر مدار رو محاسبه کردیم. اوکی دیگه تا اینجا یادت هست؟ آره. حالا بیایم چیکار کنیم؟ همین مدل بوری که من راجبش حرف زدم رو بیایم اینجا برای این عناصر رسم کنیم. خب آقا اجازه من یه نکته‌ای هم یادم هست. عدد اتمی که سمت چپ پایین می‌نویسن تعداد پروتون رو داره مشخص میکنه. بله آقا. و نکته دیگه ای که میخوام بهش اشاره کنم آقا اینه که وقتی که تو نماد شیمیایی یک عنصر رو نوشتی، مثلا چی میشه اینجا برام توضیح بدی؟ آره آقا مثلا من اومدم اینجا گفتم Na عدد اتمی سمت چپ پایین 11. این عدد اتمی Z داره چی رو نشون میده؟ تعداد پروتون رو نشون میده. عدد جرمی بالا نوشته میشه، درسته؟ با حرف آ نمایش داده میشه و این عدد جرمی مجموع پروتون و در واقع نوترون هاست. یعنی الان این عدد جرمی من 23، یعنی این عنصر در واقع تعداد نوترون و پروتونش 23 تاست. و این رو هم من یاد گرفتم آقا سال 8 وقتی که از عدد جرمی عدد اتمی زد رو خیلی بد نوشتم ببخشید، عدد اتمی رو کم کنی تو تعداد در واقع نوترون ها رو داری چی کار میکنی؟ حساب میکنی. وقتی یه عنصری خنثاست یعنی سمت راستش بالاش هیچی ننوشتن، اینجا سمت راست هم هیچی نیست. تو این حالت اتفاقی که میفته اینه که در اتم خنثا مثل همین آیی که نوشتم، در اتم خنثا تعداد الکترون با تعداد پروتون با هم برابر بوده. یعنی وقتی که 11 تا پروتون داره 11 تا الکترون داره. پس وقتی که تو میخوای بیای مدل اتمی بور رو واسش رسم کنی، کاری که انجام میدی اینه نگاه کن، میای میگی که ببین خب این الان بذار باز اینجا یه ذره بزرگتر بنویسم که براتونم یه حکم یادآوری داشته باشه. اینجا اگه بخوام بگم مدار اولش 2 تا الکترون جا میشه، 11 تا 2 تا رو کم کنم میشه چند تا؟ 9 تا. این 9 تا 8 تاش میاد تو مدار دوم و یکیش میره تو مدار سوم قرار میگیره. پس ما عملا کاری که کردیم این بودش که طبق مدل در واقع اتمی بور اومدیم چیکار کردیم؟ آرایش الکترونی رو برای عنصر سدیم مشخص کردیم. آقا شما یه چیزی گفتی آرایش الکترونی. آرایش الکترونی یعنی چی؟ آرایش الکترونی یعنی نحوه قرار گرفتن الکترون ها به دور هسته. به نوعی داره نشون میده که در هر مدار چند الکترون قرار گرفته. پس این میشه چی؟ آرایش الکترونی که اومدیم به کمک مدل اتمی بور مشخص کردیم. البته اینجا اومدیم به 2 تا نکته دیگه هم رسیدیم. اون 2 تا نکته چیا هستن؟ یکیش اینه که مثلا همین سدیومی که الان رسم کردی چند تا لایه داره؟ چند تا مدار داره؟ مداری که داخلش الکترون قرار گرفته آقا 3 تا. اوکی. این 3 تا
کدومش از همه واسه من مهمتره؟ من میگم مدار آخریه. چرا مدار آخریه؟ به خاطر اینکه مدار آخریه میاد چند تا آدرس خوشگل به ما میده. منظورت از اون آدرس‌های خوشگل چیه؟ ببین مدار آخریه اسمشو میذارم لایه ظرفیت. مدار آخریه که مدار شماره 3 برای من محسوب میشه اسمشو میذارم لایه ظرفیت. این برای من مهمه چون که این مشخص میکنه در گام اول عنصر من فلز یا نافلز. در گام اول برای من مشخص میکنه این فلز یا نافلز. یعنی وقتی که من اینجا اومدم تو این اسلایده برای شما عناصر نوشتم هدفم همین بود. علی لطفاً تصویر اسلاید باشه، تصویر من نباشه که بچه‌ها کامل ببینن. منیزیم آرایشش اینه 2 8 در واقع 2 آرایش برش رو دارم رسم میکنم. آلومینیوم آرایش برش اینه 2 8 3. میام برای کربن C6 آرایشش 2 4. نیتروژن عدد اتمیش 7 آرایش برش 2 5. اکسیژن OH آرایشش 2 6. فلور F9 آرایشش 2 7 و نئون آرایشش 2 8. مدار آخر داره چه چیزی رو به من میگه؟ مدار آخر که اسمش مدار ظرفیته یا لایه ظرفیته میاد به من مشخص میکنه برای من نوعی که این فلزه یا نافلزه. چجوری مشخص میکنه؟ خیلی ساده است. میگه نگاه کن به مدار آخر یا مدار ظرفیت داخلش چند تا الکترون قرار گرفته. اگه یه دونه الکترون قرار گرفته، اگه 2 تا الکترون قرار گرفته یا 3 تا الکترون قرار گرفته اون فلزه. پس اینایی که الان من اومدم اینور برات رسم کردم اینا همشون میشن همون فلزا. در صورتی که اینایی که من اومدم این طرف واسط رسم کردم یعنی کربن، نیتروژن، اکسیژن و فلور و نئون اینها تو مدار آخرشون بیشتر از 3 تا دارن. چند تا دارن؟ 4 5 6 7 و 8. اینا میشن چی؟ نافلز. پس از تفاوت‌های فلز و نافلز علاوه بر اون خواص فیزیکی که راجبش یا بهتر بگم اون ویژگی‌های فیزیکی که من راجبش صحبت کردم، خواص فیزیکی مثلا نقطه ذوب، نقطه جوش یا مثلا حالتهای فیزیکی که مثلا گفتیم که فلزات همشون جامدن ولی مثلا یه مایع داره ولی نافلزها هم جامد دارن هم مایع دارن هم گاز دارن. نمیدونم اینا چکش خارن، اونا مثلا ارزم به خدمتتون که شکنندن. یعنی علاوه بر این خواص فیزیکی که تفاوت فلز و نافلزه میخوام به این نکته برسم که من به کمک یا بهتر بگم تفاوت دیگه‌ای که بین فلز و نافلز وجود داره که اولین اثرش رو خواص شیمیاییش داره میذاره یا بهتر بگم داره بهش مشخص میکنه که چه جوری و چه واکنش‌های شیمیایی داشته باشه، میشه تعداد الکترون موجود در مدار آخر که اگه 1 2 یا 3 تا باشه میشه فلز، اگه 4 تا 8 تا باشه میشه چی؟ نافلز. البته حواستو جمع کن تو بحث فلزها که این وریان ببخشید تو بحث فلزها استثنام داریم. ما استثنامون چیان؟ هیدروژن و هلیوم. هیدروژن یه نافلزه، عدد اتمیش 1 یعنی یه الکترون داره تو مدار آخرش و هلیوم هم یک نافلزه و تو مدار آخرش 2 تا الکترون داره. یعنی این 2 تا یعنی عدد اتمی 1 و عدد اتمی 2 و که در لایه آخرشون 1 و 2 الکترون دارن تو رو به اشتباه نندازن که به اینا بگی چی؟ فلز، بلکه اینها چیا هستن؟ نافلز هستن. درسته؟ حالا که اینا رو واسط نوشتم یه هم از سال 8 مرور کنیم که تو سال 9 هم ازش استفاده میکنیم، یعنی جزء درسمون محسوب میشه. اون نکته‌ای که میخوای اضافه کنی چیه؟ اون نکته اینه که یادته تو سال 8 جدول تناوبی رو که خوندیم و تو 9 کاملش میکنیم در رابطه با این موضوع صحبت کردیم که یه تعداد گروه داره یه تعداد ستون داره. جدول تناوبی چند تا ستون داشت؟ علی آوردی اون سایت رو؟ آره این جدول تناوبی رو با هم ببینیم. فکر کنم تصویر رو بندازی بچه‌ها بهتر ببینن چون اینجوری نور سفید زیاده. آها سمت چپ نگاه کنید شماره گذاری کردیم و 1 تا 18 یعنی جدول تناوبی من 18 تا گروه داره و باز سمت چپ رو نگاه کنید سطح ها رو شماره گذاری کردیم 1 2 3 4 5 6 و 7 و این میشن 7 تا سطح یا 7 تا ستون جدول 7 تا سطح یا ردیف جدول تناوبی. علی تصویر منو بیار.
پس این شد گروه ها 1 تا 18، این هم شد سطرها. درسته؟ و 118 تا عنصر جدول تناوبی که من دارم اینجا چیکارشون میکنم؟ میبینمشون. من به کمک اون آرایش الکترونیه میتونم آدرس عنصر رو پیدا بکنم. مثلا تو هم میگی آلومینیوم کجای جدول تناوبیه؟ هم که عدد اتمیش چند بود؟ 13. خب ببین اساس این جدول تناوبی بر اساس افزایش عدد اتمی بود. هنری موزلی به این قاعده رسید. درسته؟ رادرفورد تعداد پروتون رو کشف کرد، هنری موزلی به این قاعده رسید. این جدول هم مندلیوف طراحی کرده بود، ولی مندلیوف بر اساس افزایش جرم درست کرده بود. و وقتی که موزلی بر اساس افزایش عدد اتمی این جدول رو در واقع مرتب کرد، دید دقیقاً مثل جدول مندلیوفه، فقط 2 جا با هم دیگه 3 جا با هم دیگه تفاوت دارن که اونا مثلا پس و پیش شده که درستش کرد. نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه، اگه به من بگه آلومینیوم کجای جدوله، میگم خونه شماره 13، چون که عدد اتمیش 13 است. اما میگه نه، خونه شماره نگاه کدوم گروهه، کدوم سطره. من این رو به کمک چی میتونم تشخیص بدم؟ به کمک آرایش الکترونیش. چجوری میتونم تشخیص بدم؟ جلوتر راجبش حرف میزنم. بریم سراغ پاورپوینت. من بیام این دوربین. بریم پاورپوینت. این صفحه ها نه، درسه. خب پس ما تا اینجا راجب فلز ها صحبت کردیم. فقط گفتیم که 80% جدول تناوبی هن. حالت فیزیکی اکثرانشون جامده. یه دونه فلز مایع داریم که میشه جیوه. نافلز ها توی جدول تناوبی هستن. اکثرا نافلز ها گازن. مثلا تو جدول تناوبی ما 2 تا مایع داریم که یکیش جیوه است، یکیش برومه. بروم هم میشه نافلز مایع. 11 تا عنصر دیگه داریم که گازن. بعد بقیه‌شون میشن چی؟ بقیه‌شون میشن حالت فیزیکی جامد. بعد ویژگی فلز ها رو گفتیم: رسانه‌های برق، گرما، چکشخوار بودن، نقطه ذوب و جوش بالا. بعد عرضم به خدمت شما قابلیت صیقلی شدن. بعد دیگه و این ویژگی که همین الان گفتم، یعنی تو لایه آخرشون 1 2 3 3 تا الکترون دارن. و برخلافشون هم که نافلز ها بود که تو صحبتام بهشون اشاره داشتم. تو این فصل کتابمون اصلا درس رو میاد با فلز مس بچه‌ها شروع میکنه. دلیلش هم اینه که این اولین فلزیه که انسان اونو میشناسه. خب به خاطر اینکه رنگ مشخصی داره و راحت هم میشه تشخیص داد. و حالا خیلی اتفاقی در طول تاریخ انسان مثلا دید که اگر یه سنگی در کنار یک حرارت آتشی قرار بگیره اون ذوب میشه. وقتی که ذوب شد دوباره سرد شد، هم من میتونم تو اون ذوب شدنه بهش شکل بدم و وقتی که اون ذوب شد و داره سرد میشه با زدن یه سری ضربه ها و تغییر شکل دادن ها میتونم هم محکمترش کنم هم کاربردیش کنم. و طلا رو مثال زده، چگالی بسیار زیادی داره، فلز بسیار نرمیه، طلای خالص یعنی به راحتی میشه بهش شکل داد، چکشخواری بسیار بالایی داره. آلومینیوم رو مثال زده، عکس هواپیما رو گذاشته توی کتابمون به خاطر اینکه میگه ببین آلومینیوم هم محکمه هم چگالی پایینی داره، پس سبکه. آهن رو مثال زده به خاطر اینکه فراوانی آهن از همه فلزات تو کره زمین بیشتره، به خاطر همینم که بیشتر از آهن استفاده میکنیم. منیزیم و این فلز به عنوان یک فلز مثال زده که نرمه، سختی کمی داره، چگالی کمی داره، ولی واکنش پذیریش خیلی زیاده. و روی رو هم مثال زده به عنوان یک فلز واسطه. درسته؟ فلزیه که کاربرد داره. و حتی فلزهایی رو برای ما مثال زده که تو ذهن ما ممکنه فلز نباشن، مثلا سدیومی که خیلی نرمه و واکنش پذیری بسیار زیادی داره ولی در واقع یک فلز محسوب میشه. همینطور پتاسیم، همینطور کلسیومی که اصلا تو بدن ما این 3 تا نقش زیادی تو فعالیت‌های حیاتی ما دارن. از سدیومی که تو تنظیم فعالیت‌های عصبی و قلب، از کلسیومی که در استخوان‌های ما باعث استحکام این ساختارهای این اسکلت شده، از پتاسیمی که در فعالیت‌های عصبی نقش داره، اومده اینها رو چیکار کرده؟ مثال زده. فلزهای مهمی هستن. بریم اسلاید بعدی لطفاً. یه فلز دیگه هم داریم حالا به اسم فلز اورانیوم که به عنوان یک فلز اهمیت نداشته اما خب تو بحث دانش هسته‌ای ازش استفاده میشه و جزء عناصر رادیواکتیو هستن. قطعا یادتون میاد سال 8م که بودیم من راجع به رادیواکتیو ها صحبت کردم. کجا صحبت کرده بودم؟ یادتون میاد؟
ایزوتوپ ها. باریکلا. ایزوتوپ ها چیا بودن بچه‌ها؟ تعریفش رو بگید. ایزوتوپ ها تو ذهنتون. ایزوتوپ ها عدد اتمی یکسان داشتن اما عدد جرمیشون فرق می‌کرد، مثل کربن 12 13 و 14 که تو کتاب خوندیم. این کربن 12 13 و 14 که تو کتابم خوندیم همینجوری بود دیگه. یعنی اتم کربن همیشه عدد اتمیش 6، عدد اتمی اثر انگشت تعداد پروتون، پس تعداد پروتون تو هسته تغییر پیدا نمیکنه. تو ایزوتوپ ها تعداد نوترون ها تو هسته تغییر میکنن و اینکه میگم 12 13 14 این تعداد نوترون هاشون فرق میکرد. آفرین. ایزوتوپ ها رو اونجا گفتیم. رادیواکتیو هم گفتیم اگه نسبت نوترون به پروتون بزرگتر مساوی 1.5 باشه اون عنصر میشه چی؟ رادیواکتیو. یعنی جرم در طول زمان تبدیل میشه به انرژی. عناصر رادیواکتیو عناصری بودن که نسبت تعداد نوترون به پروتونشون بزرگتر از 1.5 باشه. یعنی یه عنصر میتونه ایزوتوپ هایی داشته باشه که رادیواکتیو باشن، که پرتوزا باشن. یعنی بخشی از جرم در طول یک زمان مشخصی تبدیل میشه به انرژی. این اتفاق داره براش میفته. خب ویژگی های فلز رو آورده بود کتابمون. مثلا یه رنگ خاصی داره، رسانه خیلی خوبیه، برای ساخت سیم و کابل استفاده میشه. اما شما میدونید رسانه طلا از مس بیشتره، ولی خب چون طلا گرونتره، کمیابتره، فراوانیش کمتره، خب به خاطر همینه که هیچ وقت نمیان از طلا استفاده کنن برای رسانه‌ای. ولی مثلا وقتی که میخواد هواپیما رو درست کنه، وقتی که میخواد فضاپیما رو درست کنه، اون همه داره هزینه میکنه و ریسک خیلی بالایی داره. پس اونجا خیلی مهمه که تو رسانه‌ای به جای اینکه مس استفاده کنه بره سراغ طلا. ولی تو کارهای معمولی که خیلی هم حالا شاید اونقدر سرعت رسانه‌ای تو اون لول در واقع تاثیرگذار نباشه، میره سراغ مس. رسانه‌ای گرمای خوبی هم داره، به خاطر همینه مثلا قابلمه‌ها رو از جنس مس درست می‌کردن. و یه ویژگی دیگه ای داره، مقاومت زیادی در برابر زنگ زدن خوردگی داره. کسی میدونه خوردگی یعنی چی؟ خوردگی بذار بنویسیم. علی یه صفحه بریم. خوردگی به ترد شدن، خرد شدن، درسته؟ یک فلز میگن خوردگی. چجوری یه فلز میتونه خرد بشه؟ میتونه زمانی خرد بشه که تحت تأثیر عوامل خورنده بشه. این عوامل خورنده چیا هستن؟ یعنی تحت تاثیر عوامل خورنده در کنار اونها قرار بگیره. مثلا آب، مثلا اسید، درسته؟ یا هر چیز دیگه، مثلا هوا هم میتونه، هر چیز دیگه. وقتی یه ماده‌ای در تماس عوامل خورنده قرار بگیره، تحت تاثیر اونها قرار بگیره، دچار خوردگی میشه، دچار ترد شدن میشه، از بین میره اون فلز. ساختار سفت و محکمش دیگه داره اون ساختار خودش رو از دست میده. عوامل خورنده چیا بودن؟ مثلا آب باعث خوردگی میشه، باعث خورده شدن یک فلز میشه. اسید، هوا، عوامل دیگه. فلزات در زمان خوردگی به 3 دسته تقسیم میشن. یه دسته از فلزات هستن که اصلا دچار خوردگی نمیشن. یه دسته از فلزات هستن که اصلا دچار خوردگی نمیشن. مثل چی؟ طلا. یعنی اصلا طلا با آب، اکسیژن، اسید، هوا، با اینا اصلا واکنش نمیده. پس طلا از جمله عناصری که دچار خوردگی نمیشه. پس فلزات از نظر خوردگی به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول اصلا دچار خوردگی نمیشن، مثل طلا، مثل پلاتین. دیدی مثلا یه فردی خدایی نکرده تصادف میکنه، استخوانش میشکنه، مثلا استخوان دستش شکسته، میخوان استخوان دستش رو جوش بدن، یعنی از پلاتین استفاده میکنن برای جوش دادن استخوانش. بعضی از عناصر دچار خوردگی میشن، اما
فقط بخش سطحیشون دچار خوردگی میشه. مثل چی؟ بیا اینجا. این فلزات میشه قارونک، مثل قلب، آلومینیوم، روی، وانادیوم، نیکل و کروم رو نگفتم. اینا دچار خوردگی میشن، اما خوردگی اونها متفاوته. مثلا فرض کن الان من اینجا میام یه سطحی رو میکشم، خب بیام اینجا مثلا از این استفاده کنم. مثلا شما این که هایلایته. اینم که خطه. چرا دارم همون کار ساده رو انجام بدم واسه همه بهتره. شما فرض کنید این یک سطحیه، خب از یک کدوم از این فلزها، این یه سطحه. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ اسید، این چیه؟ اسیده، میاد روی این سطح، به سطح این فلزه برخورد میکنه. وقتی که این اسیده میاد به سطح این فلزه برخورد میکنه، سطح روی فلز دچار خوردگی میشه. پس اینجا می نویسم که این چرا رفت؟ اینجا اتفاقی که میفته اینه. با یه رنگ دیگه میخوای بنویسم. اتفاقی که اینجا میفته اینه. سطح فلز، بچه ها من خیلی آدم بد خطی ام و میدونم و ببخشید دیگه، تون هم دارم می نویسم دیگه، هیچ دارم گل میکنم. سطح فلز دچار خوردگی میشه، سطح روی فلز دچار خوردگی میشه و این سطح حالا میشه یه سپر. این سطح حالا میشه یک سپر که این سپره نمیذاره که لایه‌های پایینی دچار خوردگی بشن. عملاً یه لایه محافظی ایجاد شد که این لایه محافظ مانع از خوردگی لایه‌های زیرین میشه. پس این میشه دسته دوم. دسته اول کیا بودن؟ دسته اول طلا، پلاتین اصلا دچار خوردگی نمیشن. دسته دوم اینان قارونک، قل، آلومینیوم، روی، وانادیوم، نیکل، کروم، اینها دچار خوردگی میشن، اما با این تفاوت که سطح فلز دچار خوردگی میشه. سطح فلز دچار خوردگی میشه و این سطح فلزی که دچار خوردگی شده یه لایه یا ایجاد کرده، یه لایه محافظ یا ایجاد کرده که مانع از خوردگی لایه‌های زیرین میشه. به خاطر همین اصلا یکی از دلایلی که مثلا هواپیما رو در نظر بگیرید، یا خب یه وسیله نقلیه خیلی مهمه، درسته؟ در کنار اینکه اصلی ترین دلیلش اینه که چگالیش پایینه، سبکه و محکمه، اینه که دچار خوردگی نمیشه، یعنی بدنش آسیب نمیبینه تو آسمون، تو اون رطوبت، تو اون بارون، تو حالا درسته که مثلا بدنه هواپیما رو چند لایه رنگ میزنن. اصلا یکی از دلایلی که ما فلزات رو رنگ میزنیم اینه که لایه محافظ داریم روش، یعنی تنها دلیل زیبایی نیست، مهمترین دلیلش اینه که یه لایه محافظ روی فلز میذاریم که از خوردگیش جلوگیری کنیم، درسته؟ دسته سوم هم همشون دچار خوردگی میشن، مثل آهن. دسته سوم اینه که در هر شرایطی دچار خوردگی میشن و کلا از بین میرن، مثل آهن. مس از جمله فلزاتی هستش که تو اون دسته سوم قرار گرفته ولی باز مقاومه. یعنی مثلا خیلی مدت زمانی که در واقع اون فلز دچار خوردگی میشه یه مقدار طولانی تره، درسته؟ برگردیم سراغ پاورپوینت، همون درسمون رو بیار. پس این که میگم مقاومت در مقابل زنگ زدن و خوردگی داره اینه، به خاطر همین هم هست که مثلا تو شیرالات باز ازش استفاده میکنن. بعد از طریق سنگ معدنش هم به دست میاد که خب دمای ذوبش هم بالاست. یه فلز دیگه داریم به اسم اورانیوم
که سبک چگالی کمی داره. ببخشید آلومینیوم، چرا گفتم اونجا هم نوشته اسمش چیه؟ اورانیوم، اشتباه تایپی داریم. آلومینیومه آله. سبک چگالیش کمه، مثلا در ساخت هواپیما تو صنعت هوافضا ازش استفاده میشه، از خودش و آلیاژهاش. آلیاژ یادته دیگه، یه مخلوط همگن در واقع جامد در جامد بود، درسته؟ و عرضم به خدمتت که زنگ نمیزنه، دچار پوسیدگی نمیشه، یعنی مقاومتش هم زیاده، از نوع دومه، یعنی یه سطحی فقط ازش دچار خوردگی میشه و بعد دیگه اوکیه. و اصلا تو ساخت در و پنجره هم از این استفاده میکنم. باز یکی از دلایلش اینه که مقاومه در برابر خوردگی. خب یه نکته دیگه، یکی از ویژگی‌هایی که فلزها داشتن اینه که چکشخوارن. راجع بهش صحبت کردیم. البته چکشخواری یه جور دیگه هم تعریف میشه و اونم اینه که قابلیت مفتول شدن رو دارن. این قابلیت مفتول شدن فلزها با هم دیگه متفاوته، یعنی داره اشاره میکنه که بعضی از فلزها چکشخواریشون بالاست، بعضیشون چکشخواریشون کمه. مثلا مس از جمله فلزاتی که چکشخواریش بالاست، قابلیت مفتول شدنش زیاده. به خاطر همینه که در صنعت مثلا برای ساخت سیم‌های نازک میتونن ازش استفاده کنن. حالا اگر از مس بیشتر هم بخوایم بگیم طلاست، درسته؟ که در کنار اون قابلیت مفتول شدنش که بالا، چکشخواریش بالاست، رسانایی بسیار زیادی داره. آلومینیوم هم رسانایی خوبی داره و نسبت به فلز مس سبکتره، ارزونتر هم محسوب میشه. اگه یادت باشه سال هفتم یه چیزی خونده بودیم. چی خونده بودیم؟ یادت یه جدولی بودش تو فصل 4 که اومده بود قیمت عناصر با فراوانی اونها مقایسه کرده بود. هرچی عنصر فراوانیش بیشتر بود قیمتش هم کمتر بودش. خب بریم اسلاید بعدی. این هم همون بحث آلومینیومه که براتون توضیح دادم تو بحث خوردگی، که یه لایه‌اش دچار خوردگی میشه، دچار اکسید شدن میشه و مانع از اکسید شدن لایه‌های زیرین میشه. این اسلاید رو که اونجا براتون کشیدم، کاری ندارم، برم بعدی. رو بحث استخراج یه نکته صرفا بگم. علی اگه میشه تصویر اسلاید باشه که بچه‌ها متن رو ببینن، منم سریع توضیح بدم. بچه‌ها رو بحث استخراج فلزات به صورت کلی باز هم یه رفرنسی میخوام بدم به سال چندم، سال هفتم که بودیم. اونجا گفتیم که سنگ معدن رو استخراج میکنیم، درسته؟ سنگ معدن البته بیشتر فلزات توی طبیعت به صورت اکسیدن، به صورت کربناتن، به صورت سیلیکاتن، یعنی فلزات تو طبیعت خالص پیدا نمی‌کنی. تنها فلزی که تو طبیعت به صورت خالص میتونی پیدا کنی طلاست. چرا؟ چون که طلا با هیچ کس واکنش نمیده. اما بقیه فلزات تو طبیعت مثلا ترکیبات اکسید، سیلیکات، کربنات، این ترکیبات رو دارن. حالا من میام چیکار میکنم؟ این سنگ معدن مثلا آهن که عرضم به خدمتت همون اکسید آهن هست، یا مثلا آلومینیوم که اکسید آلومینیومه، یا مس یا هر چیزی، البته فقط اکسید که نه، بیشترشون اکسیدن، یعنی ممکنه که ترکیبات دیگه هم باشه. اونا رو استخراج میکنم، میبرمشون، خوردشون میکنم و با زغال مخلوطشون میکنم. اینجا زغال منظورم کربونه و کربونیه که در واقع بهش میگن کوک، یعنی کربونیه که رفته توی حرارت در قیاب اکسیژن در قیاب اکسیژن توی مخزن حرارت داده شده، یعنی نسوخته. خب و اینو بهش میگن کربن زغال کوک و از اون زغاله استفاده میکنن تا اون رو بخوان خالصش کنن. یعنی عملاً وجود اون کربونه مثل واکنشی که دارید میبینید نوشتیم CU به علاوه C میده از CO. اتفاقی که میفته اینه که اون کربونه میره اکسیژن رو ازش جدا میکنه و عملاً تو فلز رو به صورت خالص استخراج میکنی و محصولش میشه خب دی اکسید کربن اون فلزه. پس عملاً استخراج هم داره تو سطح فلزات مختلف این صورت انجام میشه. علی میشه بریم اسلاید بعدی؟ جا؟ الان بریم اسلاید بعدی، بعد سوالا رو یه چند دقیقه دیگه سوالا رو جواب میدم. آره همه حواسم به سوالا هست، دونه دونه الان جواب میدیم. خب پس این از این.
اگر سنگ معدن قابل تبدیل شدن به اکسید رو نباشم، خب از روش‌های دیگه‌ای استفاده می‌کنیم. اون حالتی بودش که ما اکسیده رو داشتیم دیگه، درسته؟ البته یه چیزی هم بهتون بگم، استخراج همه فلزا مثل همدیگه نیست. مثلا سدیم رو ما چجوری استخراج می‌کنیم؟ از بیابان‌هایی که چه چیزی رو دارن؟ تشکیل شدن از سدیم کلرید. خب پس از یه روش دیگه باید برایش استفاده بکنیم، درسته؟ نه همچنان هستیم دیگه. خب پس باید این استفاده کنیم. حالا اینجا میخوایم بریم سراغ یه مفهومی به اسم واکنش پذیری که قبل از اینکه من واکنش پذیری رو بگم میخوام سوالای شما رو جواب بدم. نه میخوای یعنی بگیریم؟ میگم اینه. اوکی. بریم سراغ سوالا. علی سوالای بچه‌ها رو من جواب بدم. من بیام اینجا وایستم، تو بی زحمت چت بچه‌ها رو بیار که من سوالای بچه‌ها رو بخونم که بتونم جواب بدم. که بعد مفهوم واکنش پذیری رو واردش بشیم که اون اصلا خودش یک دنیاست. چی شد چت علی؟ چت رو بیار من سوالا رو جواب بدم. بچه‌ها جزوه درسی رو دارید، از جلسه بعدی باید جزوه رو خودتون پیشخوانی کرده باشید، اومده باشید تو کلاس که من بتونم حتی سریعتر درس بدم، یعنی نکات بیشتری رو خدمتتون عرض کنم. پس این نکته رو فراموش نکنید. خب بریم سراغ سوالا. در آزمایشگاه میشه طلا رو اکسید کرد. بچه‌ها گفتم طلا از جمله فلزاتی که واکنش پذیریش ببین به صفر میل میکنه، یعنی واکنش پذیریش ناچیزیه، یعنی در شرایط خیلی خاصی وارد واکنش میشه. پس این از این. بریم سراغ بالاتر ببینم چه سوالایی بودش از بچه‌ها داشتن. آها سوالا رو خب بپرسید. اوکی. من نحوه استخراج رو متوجه نشدم. نازنین گفتم ما در سال هفتم با استخراج آهن آشنا شدیم که 4 مرحله داشت، درسته؟ به نوع اون مراحل مجدد تکرار کردیم. یعنی گفتیم سنگ معدن اون در واقع فلز رو میبریم داخل کوره، در داخل کوره میخوایم ذوبش کنیم. حالا برای اینکه اکسیژن رو ازش جدا کنیم زغال رو بهش اضافه میکنیم، همون کربن رو که اسمش کوکه، درسته؟ اون رو بهش اضافه میکنیم که اکسیژن رو ازش بگیره. جلسه اول که امروز کتاب که گفتم که کتاب من به شما معرفی نمی کنم، خودم بهتون جزوه میدم، خودم هم تمرین بهتون میدم، پس نیازی نیست کتاب از نظر من بگیرید. کاتیون آنیون رو که هنوز درس ندادم. فاطمه جان تا اینجایی که درس دادم اگه سوال دارید بپرسید، من که کاتیون آنیون رو نگفتم. فلزای واسطه اون فلزاتی هستند که در 10 تا گروه وسط جدول تناوبی قرار گرفتن، بهشون میگیم فلزای واسطه. خب یه بار دیگه بگو مس رو چجوری استخراج کنن. چشم الان تصویر اسلاید رو میندازم رو واکنش دوباره بهتون میگم. آلومینیوم فلز شبه فلز نیست امیرعلی، من تو اسلایدی که گفتم فلز و شبه فلز آلومینیوم فلزه. جدول تناوبی باید گروه 1 برای جلسه بعدی اصلا گروه 1 2 17 18 رو بلد باشید تا بعد بقیه شما هم بهتون بگم. کروم اوربیتال اینا رو اماد ما تو سال نهم نمیخونیم، تو تیسوشان هم ازت نمیپرسم، پس من این سوالت هم جواب نمیدم. کروم اوربیتالش استثنا داره، CR24 سال دهم میخونید، الان که نمیخونید، تو تیسوشان هم نمیاد، منم نمیگم. هر چیزی که من بهتون میگم تو کلاس یعنی باید بدونی بلد باشی، ممکنه که ازت تو تیسوشان بپرسن. هر چیزی که من نمیگم یعنی نمیاد. خوردگی به 3 دسته تقسیم میشه، اونایی که دچار خوردگی میشن همشون مثل آهن، اونایی که دچار خوردگی نمیشن مثل طلا، و قارونک اونایی که دچار خوردگی میشن اما یه لایه‌شون دچار خوردگی میشه و لایه محافظ رو ایجاد میکنه. علی این رو ببند. بچه استخراج اصلا چیز پیچیده‌ای نبود، چرا همتون الان رو استخراج گیر کردید؟ برو اسلاید قبلی. ببین استخراج اصلا خیلی موضوع ساده‌ای بود. گفتم یه یادآوری کردم از سال هفتم، گفتم در سال هفتم که ما بودیم یاد گرفتیم که
به چه شکل ما میتونیم در واقع فلزات رو از داخل معادن استخراج کنیم، به این صورت که سنگ معدن که حاوی ترکیبات اون فلزه، حالا میتونه اکسید باشه، میتونه کربنات باشه، میتونه سیلیکات باشه، هر چیزی از معدن خارج میشه میره تو کارخانه. حالا اونجا چه اتفاقی میفته؟ سنگ معدن وارد کوره ذوب میشه، درسته؟ حالا من کدوم رو دارم مثال میزنم؟ میگم سنگ معدن من اکسید مسه، پس این میشه CuO. حالا این رو میریزن تو کوره، میخوان ذوبش کنن، درسته؟ ذوبش کردن، حالا میخوان اکسیژن رو ازش جدا کنن. برای اینکه اکسیژن رو ازش جدا کنن میان بهش زغال رو اضافه میکنن، همین کربن رو اضافه میکنن، اسمش رو گذاشتم زغال کوک. وقتی که این کربن رو میریزن داخل اون کوره، حرارت هم که هست، این کربن با اکسیژن واکنش میده، کربن اکسیژن رو ازش میکنه، میشه CO2. چی باقی میمونه؟ اون فلزه. پس این میشه استخراج فلز. سال 7 این رو خوندیم و من اون رو خیلی ساده براتون مجدد تکرار کردم، درسته؟ بازم سوال هست؟ بیار پس. واکنش پذیری و محمد هنوز نگفتم، بس اجازه بده بگم، بعد سوالت مطمئنا حل میشه. مدل اتمی بر یا آرایش الکترونی چیه؟ ببین مدل اتمی بر یعنی که پروتون و نوترون تو هسته، تو مرکز قرار گرفتن، الکترون‌ها دارن دورشون میچرخن. این میشه مدل اتمی بر. سال 8 خوندیم. آرایش الکترونی چیه؟ میگم تو هر مداری که اطراف هسته است چه تعداد الکترون قرار میگیره. مثلا سدیومو که رسم کردم گفتم آرایشش 2 8 1، 2 تا تو مدار اوله، 8 تا تو مدار دومه، یه دونه تو مدار یکه، بخشی تو مدار سومه. این میشه آرایش الکترونی. کربن، آفرین خیلی نکته خوبی گفتی، من یادم رفت بگم تنها نافلزی که رسانای جریان برقی کربونه. تنها نافلزی که رسانای جریان برقی کربونه. مرسی که یادآوری کردی. حالا چرا؟ خب یه دلیلی داره که برمیگرده به ساختارش. در حال این سری استثناءاتی هم داریم دیگه توی این علم. دسته‌بندی عنصرهای جدول تناوبی رو یاد میگیریم. بله، وقتی که به جدول برسم همه رو بهتون میگم. هنوز به جدول نرسیدم. سارا بریم بالاتر. چی بود دیگه سوال؟ خب پس برگردیم سراغ اسلایدمون. سیلیسیوم شبه فلزه، بله راجبش حرف نمیزنیم. صدرا وقتی رفتی سال 11 اونجا بهت درس میدن، چون که اصلا تو تیسوشان هم شبه فلز نمیاد، تو نهم هم اصلا راجبش حرف نمیزنن. جدول تناوبی گفتم گروه 1 2 17 و 18 رو گروه ها رو یاد بگیرید. فعلا گروه ها، ردیف ها نه، ستون ها رو باید یاد بگیرید. چه خصوصیاتی دارن فلزهای واسطه؟ آیسان فلزهای محکم‌تری هستند. خواص فیزیکیشون خیلی فلزن، سختن، محکمن، نقطه ذوب و جوش بالایی دارن، چگالیشون بیشتره، سخت‌ترن. با این ویژگی اصلیشونه. اگر در مدار آخر بین 4 تا 8 تا نباشه چی؟ خب 1 2 یا 3 دیگه. 1 2 یا 3 میشه چی؟ فلز. 4 5 6 7 8 میشه چی؟ نافلز. همین دو حالت رو داره دیگه. نه، مواد رادیواکتیو خیلی جاها کاربرد دارن. یکیش مثلا میتونه مثلا مواد منفجره باشه. خیلی جاها کاربرد داره. مثلا در صنعت پزشکی برای مثال ازش استفاده میشه کرد. مثلا یکی دیگه ازش اینه که دیدی مثلا اشیای باستانی رو مثلا میبینن، میان چیکار میکنن؟ قطعا داخلشون کربن 14 وجود داره که نیمه عمری داره. نیمه عمر رو اون اندازه‌گیری میکنن، میگن اوه این مثلا ظرفی که پیدا کردیم برای مثلا 2000 سال پیشه. این استخوانی که پیدا کردیم الان تو بدن منم کربن 14. من یه روزی یه جایی بیفتم بمیرم، 1000 سال دیگه بیان استخوان منو پیدا کنن، کربن 14 من اندازه‌گیری میکنن، میگن آها این 1000 سال پیش اینجا مرده. اینجوری میتونن تشخیص بدن دیگه. نقطه ذوب و جوش رو توضیح بده. اسرا نقطه ذوب یعنی چی؟ یعنی از حالت یعنی تو یه ماده رو گرمش کنی از جامد تبدیل بشه به مایع، این میشه ذوب. نقطه جوش چیه؟ تو یه مایعی رو گرم کنی، دماشو ببری بالا تا از مایع تبدیل بشه به گاز. از کجا بفهمم اتم خنثی‌ست، مثبت یا منفی؟
اگه علامت دیگه سمت راستش بالا، اگه هیچی نداشته باشه خنثی‌ست. اگه مثلا گفته مثبت 1 مثبت 2، خب داره میگه که این کاتیونه، بارش مثبته. اگه بگه منفی 1 منفی 3، داره میگه آنیونه، این بارش منفیه. کلمه خوردگی برای فلزات به کار میره، بله برای فلزات به کار میبریم، برای نافلزات به کار نمیبریم، درسته دیگه. کروم فلزه، وقتی که فلز باشه چجوری میتونه شکننده باشه؟ همه فلزات چکشخوارن به غیر از جیوه، یعنی چون که جیوه مایع است. همه فلزات چکشخوارن به غیر از جیوه، چون که جیوه مایع است. آره سدیم پتاسیم و اینا رو دیگه مثلا نرمن دیگه، مثلا میشه بریدشون، خیلی مثلا اون حالت چکشخواری رو ندارن، نمیتونیم من بگیم شکنندن، شکننده نیستن، ولی خب خیلی هم سفت و سخت نیستن که مثلا بگیم چکشخواری خیلی جالبی ندارن. الماس رسانای گرماست و نافلز، بله نافلزات رسانای گرما میتونن باشن، گفتم رسانای جریان برق نیستن، ولی رسانای گرما رسانای خیلی خوبی هم نیستن، رسانای خیلی خوبی هم نیستن، دقت کن. خب بریم سراغ پاورپوینت. باز بچه‌ها اگه سوال داشتن جواب میدم. بریم پاورپوینت لطفاً. علی آخه این واکنش پذیریه، هنوز الان میخوام اینو درس بدم. برو رو اسلایدا، تصویر اسلایدا رو بنداز لطفاً. آها بچه‌ها اینجا یه نکته‌ای آوردم، گفتم واکنش پذیری فلزها یکسان نیستن، یعنی واکنش پذیریشون با هم فرق میکنه. واکنش پذیریشون یعنی چی؟ یعنی سرعت وارد شدن تو واکنششون با هم دیگه فرق میکنه. اونی که سریعتر واکنش میده میشه واکنش پذیرتر، اونی که کندتر واکنش میده میشه واکنش کندتر، یعنی سرعتش پایینتره میشه اونی که واکنش پذیریش کمتر هستش. این شکلی داره چی میشه؟ تعریف میشه. خب تصویر منو بیار، چون که الان آخر کلاسه. حالا بچه‌هایی که پارسال با من بودن که میدونن داستان چجوریه، بچه‌های جدید من شاید یه کوچولو فکر کنید دارم تون درس میدم، من دارم درسای پارسالتون رو مرور میکنم یه بخشایشو، یعنی تو الان تازه اگه بخوام بگم درس الانم چیه میشه واکنش پذیری. پس من فرضم اینه که تو اومدی کلاس تیسوشان نشستی، درسای پارسال رو خوندی، قبل از اینکه بیای کلاس من نشستی درسان رو مرور کردی. پس من تون درس نمیدم، من دارم درس قبلتون مرور میکنم چون که تو بلدی. ولی حالا یه نکته‌ای ازتون بخوام به صورت کلی، خیالتون راحت بشه، شما فیزیک و شیمیتون با من برای تیسوشان جمع خیالتون راحت، و منم همه نکاتو بهتون، یعنی ببین من هر چی بهت گفتم تو اینو بدون که ازت احتمال داره بپرسن، هر چی رو بهت نگفتم یعنی ازت نمیپرسن. آقا من دارم بهت میگم ازت نمیپرسن. این یه نکته. تست خیلی برات حل میکنم، خیالت راحت. تا شما اینا رو یاد نگیرید من بی خیالتون نمیشم. هر موضوع چندین بار تکرار میکنم، پس بازم خیالت راحت. منم میخواستم یه دستم بیاد که ببینم شما وضعیتتون چجوریه، که دستم اومد تقریبا با جنس سوالایی که پرسیدید و همراهیاتون تو کامنت ها که دارم میخونم دستم اومد وضعیت چجوریه. برای هفته آینده که با هم کلاس داریم یه خواهشی ازتون دارم، جزوه رو همتون دارید، فصل 1 رو یه بار از روی جزوه بخونید و فصل 3 هشتم، علی چت رو بیار که من ببینم همشون متوجه شدن یا نه. فصل 3 هشتم چی گفتم؟ فصل 3 هشتم و فصل 1 جزوه رو کامل میخونی. کامل میخونی ها. ببین گفتم میخونی. اوکی، یعنی تو مثلا یه بار دو بار بخون، هر چی ازش فهمیدی، هر چی ازش یاد گرفتی، درسته؟ هر چی ازش یاد گرفتی، هر چیزی ازش فهمیدی، فدای سرت، 20%، 30%، 70%، هر چی، اصلا نگران نباش. من تا اینا رو به شما یاد ندم، تو از کلاس من اینها رو یاد نگیری بیرون نمیری. من انقدر همه اینا رو تست میزنم که تو همه اینا رو از بر میشی. این وظیفه منه، این کار منه، من انجام میدم اینا رو، تو خیالت راحت باشه وقتی که اینجایی. ولی شرطم هم اینه که به حرفم گوش بدی، کارهایی که میگم انجام بدی، که اگه نگی تو ضرر کردی، من کارمو کردم. فهمیدی چی شد؟
پس ازت میخوام برای هفته آینده حتما فصل 3/8 رو بخونی و فصل 1 جزوه رو که با آمادگی بیای تو کلاس که واکنش پذیری خیلی مهمه، ازش سوال تیسوشان میاد، تو امتحانات ترم 1 و ترم 2 ازتون میپرسن. کامل من بخوام اونجا چیکارش کنم؟ درسشو بدم و تو هم یاد بگیری و درس رو ادامه بدم و تست بزنم. دمتون گرم. کلاس چجوری بود؟ با ریتم کلاس من داستانا چجوریه؟ کیف میکنید؟ خوب بود؟ عالی بود؟ بد بود؟ حال میکنید؟ حال نمیکنید؟ به من یه فیدبک بدید. 12 و 13 منیزیم و آلومینیوم فلزن. فصل 3/8 و فصل 1 جزوه رو باید کامل بخونید. خب خوب خودتی. شما ماشاءالله همتون آقایون خانمای نهم بچهای پرتلاش، پرانگیزه، باسواد، خوش انرژی هستید. کلی با هم دیگه کار داریم، کلی اتفاق خوب قراره با هم بیفته. فقط باید به هم توجه کنید و به هم قول بدید کارایی که میگم رو انجام بدید. نمیخوام بگم تنبلی نکنید چون که میدونم تنبل نیستید، ولی خب مثلا بعضی وقتا مثلا اینجوری میدونی آدم حواسش پرت میشه، یادش میره. میخوام این کارا انجام نشه تو کلاس من. وقتی که میگم انجام بدی باید بری انجام بدی. تموم شد و رفته. خیلی هم عالی، همتون عالی هستید. به مامان باباهای محترمتون، پدر مادرای عزیزمون، خانواده‌های محترم سلام برسونید. دمتون گرم. هفته دیگه در کلاس درس شیمی سر حال پر انرژی میبینمتون. مراقب خودتون باشید. Be a Tomland.